برادر من یه بشکه نفت بیرون نمیره تا چند وقت دیگه آماده باشین برای اخبارهای اینترنشنال و این کسبازی ها دیگه. الان شب و روز الان میبینین نظامی ها، من سرگرد جیمه هستم از لباس خودم. حقوق مردم رو ندی برادر. یارو الان یه دقیقه ببین دو تا خارکسته 4 تا، حالا نه 6 تا. تو پیش خودت فکر بکن، تو یه جا نمیتونی، تو اینجا هر جا بگی نظامی هستی، منی که ایرانی هستم الان آمریکایی شدم، یارو میگه نظامی هم، میگم اول تو برو جلو. حتی اگه اکس میلیتری بود، یعنی قبلا هم توی آمریکا توی خدمت میکردی، احترام. تو ایران برو بانک بگو من مأمور کلانتری ام، ببین یه نفر جای صفشو با تو عوض میکنه، همه فوش خارمادر نگاهی آدم کو این کسکش هم آدم این خارکوز آدم. ها پولم که به اینا ندی، فوشم که این بدبختان میخورن، کسخلن.